امتحان ایمان. من، شما، همه ما به الله ایمان داریم. پس باید یک امتحان از ایمان باشد. 3 چیز مهمی را که ما باید همیشه در نظر بگیریم. اول اینکه همیشه صبر بکنیم، صبور باشیم. دوم اینکه به دنبال پاداش باشیم. سوم اینکه این را بدانیم که عاقبت همه چیز به نزد الله برمیگردد. قسمی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میفرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. آیا گمان کرده اند مردم اینکه گذاشته شوند و مجرد اینکه بگویند که ما ایمان آوردیم و ایشان امتحان کرده نشود، در حالی که الله سبحانه و تعالی در آیت بعدی میفرماید: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هر این الله سبحانه و تعالی امتحان کردند آنانی را که پیش از ایشان بودند، تا الله سبحانه و تعالی کسانی را که راست گفتند هم معلوم بدارد و دروغگویان را نیز معلوم بدارد. در اینجاست که بهترین بشریت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مورد خانمش در حادثه افک مورد آزمایش قرار میگیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم صبر میکند. نتیجه صبر او چی می شود؟ الله سبحانه و تعالی آیاتی را در سوره نور به خاطر براءت و پاکی خانمش نازل میکند که تا روز قیامت خوانده می شود. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. در حالی که ایوب علیه السلام به بیماری مبتلا می شود و تمام فرزندان خود را از دست می دهد و همچنان ثروت و مال و دارایی خود را نیز از دست می دهد، اما ایوب علیه السلام صبر پیشه می کند و نتیجه صبر او چی می شود؟ الله سبحانه و تعالی دوباره برای او صحت عطا می کند و او را دوباره صاحب مال و فرزند می گرداند. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. در حالی که یوسف علیه السلام را برادرانش در چاه انداختند و او را از فامیلش، از پدرش، از قومش دور کردند، یوسف علیه السلام صبر پیشه کرد. نتیجه صبر او چی شد؟ الله سبحانه و تعالی او را نبی و رسول گشتند و همچنان او عزیز مصر شد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. در حالی که یونس علیه السلام را ماهی بزرگ بلعید، یونس علیه السلام صبر کرد و الله سبحانه و تعالی را در تاریکی های سیگانه، در تاریکی شب، در تاریکی شکم ماهی و همچنان در درون دریا الله سبحانه و تعالی را یاد میکرد و تسبیح الله را میگفت. الله سبحانه و تعالی او را نجات داد و دوباره برای قوم فرستاد که تعدادشان به 100,000 یا بیشتر میرسید. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. در حالی که بلال بن رباح رضی الله عنه را مشرکین مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار میدادند، حتی سنگ بزرگ را در شکم از او میگذاشتند، بلال رضی الله عنه صبر کرد، یعنی مورد آزمایش قرار گرفت، صبر کرد. نتیجه صبر او چی شد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او بشارت جنت داد و برایشان فرمود که ما صدای پاهای تو را در جنت میشنیدم. در حقیقت همین داستان‌هایی را که ما بیان کردیم و با مثل این صدها داستان دیگری وجود دارد که همش در حقیقت پندی هست برای کسی که فکر بکند.
و این را بدانیم که همه ما مورد آزمایش قرار میگیریم، پس نباید عجله بکنیم. و همچنان الله سبحانه و تعالی ذات خیلی رحیم هست و بالای بنده هایش خیلی زیاد مهربان هست و هر آن چیزی که به خیر بنده هایش است همان را پیش می‌کند. و صبر ممکن است خیلی سخت باشد، اما پشیمان نخواهد شد کسی که صبر بکند. السلام علیکم و رحمت الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين